خب مهمانان عزیزی داریم. آقای کجی زادوری، ویدیو پرداز، کارگردان و شاعر و ترانه سرا، آهنگساز ماشاءالله، و همینجور آرمین عزیز که صدای قشنگش یادآور صدای سلطان جاز ایران ویگن. خیلی خوش اومدین. مرسی. خوبی؟ یک شنبه خوبیه. یک شنبه خوبیه. حالا یک شنبه دیگه خیلی هم بهتر میشه. خیلی بهتره. 12 می روز مادر. خودتون توضیح بدید. یه بار من خوشم اومد، هفته پیش اینجا بودم با خانم مهرو. تو عاشق اینجایی؟ آره. توی 2 دقیقه اینقدر خلاصه گفتم دید چی برای گفتن دیگه نمون. روز یک شنبه 12 می در شهر گلندل که مصادف با روز مادره، آقای آرمین میخونن در الکس تیاتر، جایی که آقای مویی، آقای شهرام سولتی، خیلی از خواننده‌های خوبه. بله، بسیار از خوانندگان ایرانی اونجا بودن. اگه اشتباه نکنم داریوش، حتی ایدی خوندن، منصور، عزیز، بله. سالن بسیار قشنگ و زیباییه. آرمین جان میخونه اونجا، پلاس این که روز مادره و ما اونجا مجسمه ویگن ها ساختیم مثل مادام توسا. پس بهانه غیر از این که روز مادره، بهانه ویگن با کرن عزیز که صحبت هست. کردیم اونجوری که تو خاطر ویگن اولین آهنگشا در ایران 12 می خونده، آهنگ مهتابو. یعنی همون روزیه که اولین آهنگش ریلیز شده. بعد دیدیم مهتاب اولین آهنگش بود؟ آره، اونجوری که من شنیدم اولین آهنگ ویگن مهتاب بوده؟ مهتاب ساخته و خونده. روز 12 می 10 11 12 اون روز ضبط شده در تو همون ایام ضبط شده. تو همون ایام دیدیم اصلا نمیشدم. ما وظیفه‌مون بود که یه روزی به یه بهانه بزرگ داشته میگن. بعد آره چرا انداختیم روز مادر؟ من ماها بود با آرمین صحبت می‌کردم، هیچ مادری نیست که از ویگن خاطره نداشته باشه. دقیقاً. شاید اصلا سالیان سال تمام اون لاو استوریشون، قصه عشقشون با آهنگای ویگن کامل میشه. پس 12 الکس تیاتر. آره، و ارکسترش، ارکستر اختصاصی خودش و گروه رقص وارتان سیرانوش، کسانی که همین الان کوداک سولدات کردن، 20 روز دیگه دارن. نوکیا تیاتر سولدات کردن 7500 نفر و گیبسون، اینا هر جا رفتن سولدات. 500 نفره ولی برای ما 60 نفر میاد. 60 نفر آهنگای ویگن میشماریم ما. 60 تا کمتر باشه خودت پولمون رو پس میگیری. همه‌شو که پس نمیگیم، مقدار کم. خدمت عرض کنم که یک ویدیو خیلی قشنگ خانم آقایان کجی عزیز آماده کرده. اول راجع به این ویدیو برامون توضیح بده که اینو پخش کنیم، بعد برسیم به آرمین. آرمین جان تو می‌خوای من به مختصری توضیح بدم. اولا سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه ITN. مفتخر هستم یک بار دیگه در خدمت شما هستم، از طریق این شبکه با شما صحبت کنم. نکته‌ای که در مورد این ویدیو می‌خوام بگم به صورت خلاصه، نام آهنگ هست خاطرات من. در این ویدیو شما می‌بینید که در شعری که خانم ژاکلین ویگن به صورت بسیار زیبایی سرودن، میگن که یک نفر مثل من چطور میتونه از بچگی با خاطرات این هنرمند بزرگ رشد کنه تا عروسی و تا بعدش همیشه با خاطراتی که از آهنگای این هنرمند هست همراه باشه. که آقای کجی زادوری هم به نحو بسیار زیبایی این ویدیو رو درست کردن. و از ژاکلین عزیز باید تشکر کنم که تمام زندگی نامه ویگن رو در یک ترانه اینقدر زیبا خلاصه کرده. چقدر جاش خالی ژاکلین در برنامه‌های تلویزیونی. من میدونم که خیلی از کلام شیرینش و حرف زدنش راست میگی شما دوست دارید. حالا برای ژاکلین هم یک بزرگ داشتی تو گلندل 100% واقعا باید بگیم. من اتفاقا رفتم ترانه‌هایی که ژاکلین سروده و آهنگایی هم که حتی ساخته واقعا عالیه. ژاکلین به نظر بجز این که یک چهره پرارزش ایرانیه، یک تعصب خاصی هم ارامنه دارن. حتی ارامنه ارمنستان که چندان فارسی رو خوب نمیدونن ولی رو ژاکلین تعصب دارن. حالا ما هم ژاکلین رو ببینیم در آینده در گلندل یه برنامه خیلی ویژه تو الکس تیاتر بده اگه قبول کنه. یکم لجبازه. آره یکم نه خیلی لجبازه. هر دوست من فکر می‌کنم که دخترای گل ویگن عزیز هم اونجا باشن دیگه. اصلا دعوت کردین که خانم ژاکلین، خانم آیلین، ما حقیقتش یک نفر رو من یه قسم هیچ کی رو دعوت نکردیم ولی نخواستیم اون چیزی که مرسومه میگن آقا 100 نفر دعوت کردن 1000 همه مجانی.
یه قسم نامه‌ای بود بلیطا کردیم $30 که هیچ کسی نمیتونه بگه. کجی جان تو خسیسی فدات شم. تو برنامه شب ژانویه یادت نیست؟ برنامه شب ژانویه ما اصلا میز داشتیم، دیدم که کجی زنگ زده، من خیلی جالبه. همینجا خواهش میکنم ازت. گفتم فکر کنم خواهش میکنی که زودتر برم. گفتم میخوام خواهش کنم که نیایید. سولدات شده بود. گفتم کجی چی؟ میز شما رو فروخته بودم. این لشکر آیتیل، ببین این لشکر آیتیل تو خیابون منو میکشتن. نه اونجا خودمونم نمیدونستیم. ولی واقعیتش اینه که حالا که بزرگداشت ویگن عزیز هست رفتن داره. بس برامون اصلا کجی جون جا نیگر ندارن برای بزرگداشت ویگن که ما خودمون بخریم. چون میفروشن خودمون. ناسپاسی. بریم این ویدیو قشنگ رو ببینیم از کجی زادوری و آهنگی که آرمین عزیز لا 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 لالایی میخوندی تا تو بسترم آروم بخوابم، مهتاب و گرو بگیرم توی آسمون خوابم، فانوس اتاق خوابم بشه چراغ مهتاب، دیگه دنبالش نگردم شب توی عالم خواب، من تو رو اونجا شناختم، یه دنیا خاطره ساختم، من تو رو اونجا شناختم، به صدات دلم رو باختم. صبح دیر پا می شدم، مدرسه راهش کلی راه بود، اسب ابلق سنطلا تو خاطرم با من به راه بود، شکوفه وقتی می رقصید با رقص باد بهاری، من دلو باختم به یاری تو دوره بیقراری، من تو رو اونجا شناختم، یه دنیا خاطره ساختم، من تو رو اونجا شناختم، به صدات دلم رو باختم. غروب آشنایی با گل سرخی تو دستم، لب دریا پیش مهتاب با یارم عهدم و بستم، تو شب عروسی ما شاد اومادا که میخوندی، گفتم سلطان منو از لالایی تا امشب کشوندی، من تو رو اونجا
کوجی فیلم تقدیم می‌کند. آرمین با ظهوری پرشکوه در موزیک ایران در الکس تئاتر به تنهایی می‌خواند. یکشنبه 12 می، روز مادر، روز گرامی داشته این فرشته خدا. الکس تئاتر به همراه گیورکن دنس اکادمی و با حضور 10 هنرمند میهمان. یکشنبه 12 می، روز مادر، الکس تئاتر با آرمین. بسیار قشنگ. حالا بعد از اینکه این آهنگ تموم شد به چهچه‌ای من رفت بالا، چون واقعا رو من تاثیر گذاشت. یاد اون روزایی افتادم که ویگن عزیز اینجا بود، یاد اون روزایی افتادم که این عکس‌ها رو خیلی عکس‌ها بکر بود، من خیلی هاشو ندیده بودم، مثلا کسی نداره جز من. اینا رو خیلی جالب بود. یه سری دیگه از ویدیوهای ویگن تو داری که توی مزرعه میخوند و مزرعه ویگن توی قایق تو مزرعه بعد حتی پسرش که میخونه ادوین بازی کرده جای ویگن مهتاب خونده و چقدر قشنگ خون آرمین. باریکلا. من فکر کنم یکی از قشنگترین آهنگایی که تو خوندی همین آهنگه و خیلی خوب و خیلی رسا و خیلی نزدیک به ویگن و خیلی مشخص. ما اون شب 11 تا آهنگ با آماری که از طرفدارای ویگن از ایران، آقای سامان، بچه‌ای که خوب میان، 11 تا آهنگ انتخاب شده هیت‌های ویگن. سامان هم میشناسی شما؟ آره، سامان از شیفتگان سامان. 11 تا آهنگ ویگن با یه ارکستر 12 نفره، خیلی نوازنده‌های خوب تمریناشونو کردن با عکس‌ها و ویدیویی از ویگن که همون آهنگا هیچکی اون ویدیو رو ندیده در صفحه اسکرین پخش میشه. آرمین هم همخوانی، یعنی اون آهنگ میخونه ولی ویگن هم میبینن روی صفحه. اون وقت شما اون شب فیلم میگیرین؟ بله، حتما برای عزیزانی که همین میخوام بگم که برای عزیزانی که تو ایران هستن حداقل تمام این فیلم ما میگیریم و هیچ نوع نفروش میذاریم در اختیار تمام. چقدر عالی. ولی این یک تمرینیه که یک برنامه بزرگ ایشالا در لس آنجلس دوستان همکاران در یک سالن 7-8 هزار نفره برای ویگن واقعا باید گذاشت. نه ویگن، تمام عزیزانی که جاشون هایده واقعا لازمه. من مطمئنم چه یک برنامه برای هایده، برای ویگن بذارم و مردم مطمئنا اینو حمایت خواهند. چه حرف قشنگی هم زدن آقای کوجی اول که خیلی ها خاطره دارن از ویگن، خیلی از مادرها عاشق شدن، ازدواج کردن، مادر شدن و واقعا حقش بود. من این بچه‌ها نصیحت میکنم نه به خاطر فروشه برید، اونم جای خودش، که مادراشون بزرگترین هدیه‌ای که میتونن بدن اون خاطرات 50 سال گذشته. یه بلیت بخرن، همون 100% بخرن، از ما حمایت کنن، از لگسی ویگن و ثابت کنن که و از یه جوان دیگه‌ای که خوانندگی رو به تازگی شروع کرده و عشقش ویگنه و اصلا من نمیدونم خود ویگن خدا بیامرز هیچ وقت میدونست که یه نفری هست به اسم آرمین که اینقدر شبیهش میخونه؟ هیچ وقت رو ندید؟ نه من 4 سال اومدم اینجا. 4 سال اومدی؟ در ایران بودی؟ در ایران بودم، البته اونجا هم همین کارا رو میکردم، همین آهنگا رو میخوندم و دیگه کاش زمانی که زنده بود. البته خب خیلی ها سبک و سیاق ویگن عزیز رو دنبال میکردن ولی تو دیگه خیلی دیگه آرمین یه چیز بگم، هر موقع یه تصویر میذارم از ویگن، مثلا ویگن نشسته توی استبل با یه اسب، بعد میبینم رنگش عوض میشه، تنها گرفتاری زندگیش اینه چرا ویگن ندیده. یعنی یکی از مشکلات بزرگ. حالا جالب بهتون بگم، من هفته پیش سال آقای بهراد بود، بابای مانی. بعد همون جایی هست که ویگن عزیزم در همونجا مزارش هست و اینا، و دیدم که به واقع اسم سلطانو که براش گذاشته بودن یه شمایلی ازش اونجا گذاشتن، یه حالت گیتارش با گیتار اصلا واقعا سلطانی بهش برازنده بود. اصلا من فکر کنم میگن نمیخوندم سلطان بود. واقعا بعضی سلطان به دنیا میاد. دقیقاً. این بطی که داشت غلامرضا تختی سلطان بود. نه به خاطر مسابقه یا فردین سلطان بود. بعضیا ولی سلطانم. حمید شقی سلطان. من سلطانم. آره خودت خبر نداری. یک آهنگ زیبای دیگه از آرمین رو میبینیم. فراموش نمی‌کنیم که 12 می همین یک شنبه آینده که داره میاد، امروز یک شنبه از هفته آینده در الکس تئاتر خواهند بود و انشالله که میرید و لذت دنیا رو در اونجا خواهید برد با آهنگ‌های زیبای ویگن که آرمین برای شما میخونه و خاطراتی که کوجی در اونجا برای شما میسازه با تصویرایی که دارید. خیلی لطف کردید. مرسی.
یعنی هم سفر من، یعنی تاج سر من، توان باور من، امید آخر من. زن لطیف و مهربونه، قدر عشق و خوب میدونه. زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه. لالایی شبونه، یه مادر نمونه. لطف و محبت فقط هدیه اونه، کتاب زندگیش حرفای عاشقونه. زن لطیف و مهربونه، قدر عشق و خوب میدونه. زن